زیر چشماتون رو ببندین و ترسناکترین مکانی که تصور میکنین تو خیالتون مجسم کنین. دنیای ترسناکی که در پس ذهن شما مخفی شده چه جاییه؟ فضایی تاریک بیشتر شما رو به وحشت میندازه یا سکوت حاکم بر محیطی متروکه؟ شنیدن نجوای اشباح و ارواح درس به جانتون میندازه یا حضور در کنار حیوانات وحشی و خطرناک؟ ترس براتون چه معنی و مفهومی داره؟ امروز تو این اپیزود به معرفی چند مکان ترسناک که وحشت به دل مردم و بازدیدکننده ها میندازن میپردازیم. جزیره عروسک ها، کلیسایی تزیین شده با استخوان انسان در پرتغال، کلیسایی تزیین شده با استخوان در جمهوری چک، دخمه‌های زیرزمینی شهر پاریس، گورستان 5، جزیره مار، سائو پائولو، برزیل، جنگل آوکیگاهارا، یاماناشی، ژاپن، 7، جنگل هویاباچو در رومانی، ترسناکترین جنگل دنیا در کشور رومانی که وقت و بی وقت در مقابل چشمای گردشگران ظاهر میشن. البته شاید ترس